بچه‌ها سلام. یه مدت ما ویدیو آپلود نکردیم به خاطر سال نو مقدار یکم سرمون شلوغ بود. سال نو هم به تک تکتون کسی که دارن میبینن تبریک میگم. خب بحثمون راجع به چیه بود؟ بحثمون از اونجا شروع میشد که الان تیترش هم دیدین، شاید یکم جا بخورین، این که الان وقتش PS5 بگیریم یا کسایی که PS5 ندارن PS4 بگیرن بهتر. بحث الان سر کلا کنسولای بین PS5 و PS4 یا مثلا PS4 Pro هم خودش یه جورایی جدا حساب میشه، چون میدونی از PS4 معمولی قوی تره ولی اندازه PS5 نیست. بحث الان سر اینه که آیا میارزه پولتونو که سخت کار کردیم و جمع کردیم برای یه کنسول جدید مثل PS5 هزینه کنیم یا نه؟ درست. نظر تو خودت چیه؟ نه، برای من واقعا الان به صرفه نیست با قیمت نجومی که میذارن و خب خود امکانات نمیشه گرفت. ولی میخوایم با جزئیات بهتر بگیم که چه مشکلاتی داره. آن یه تحقیقی هم ما برای این ویدیو انجام دادیم. طبق چیزایی که من دیدم تا الان خیلی از قابلیت‌های PS5 تو میدونی فعال نشده. آره، فعال نشده و حافظه‌ش هم برای اونایی که نمیدونن شما PS4 Pro میتونین 1 ترابایت و 2 ترابایت تهیه کنید. ولی PS5 بالا 825 گیگ نیست، در حالی که چون که کیفیتش 4K 120 آپدیتاش خیلی سنگین‌ترن و واقعا به اون حافظه احتیاج هست. هنوز ساپورت هارد اکسترنال رو براش فعال نکردن و هنوز حافظه اکستنشن حافظه‌ای که خود سونی قرار بود برای PS5 تنظیم کنه که از پشت کنسول بهش نصب میشه اونم فعال نکردن. درست. به نظر تو آیا میصرفه واقع گرانه بیا فکر کنیم آیا میصرفه برای این که بازی جدید رو با کیفیت بالاتر انجام بدیم بخریم؟ اول باید یه چیز خیلی ساده رو بررسی کنیم. به نظر من اینکه شما چه تلویزیونی دارین، چه گیمینگ تصویرتون چیه؟ دارین تلویزیونی که بتونه خروجی 4K 120 آخه 8K هم نه. آخه ببین 4K هم ما 4K 60 هم حتی داشته باشین خب PS4 Pro هم همین کار انجام میده. یعنی واقعا تلویزیونی لازم دارین که 4K 120 باشه که من تا اینجایی که میدونم توی بازار تلویزیون همچین تلویزیونی 25-6 میلیون به بالاست. و هر کسی هم اونو نداره. یعنی اگه از قبل اینو نداشته باشین واقعا نمیصرفه که یه کنسول جدید بخرین. بعد بیا به بازی ها نگاه کنیم. تو که خودت این تغییر رو در موردش کردی. بازی کمی اومده، 3-4 تا بخوام اسمم دیمن سولز، اسپایدرمن. بقیه‌اش هم که بازیایی که واسه PS4 اومده که اونا هم تا اونجایی که من نگاه کردم آپدیت واسه PS5 اومده که روی PS5 بازیش کنی، ولی هنوز گرافیک آپدیت های سنگینش نیومده که واقعا کیفیت رو متمایز کنه و هنوز باگ فیکساش فقط برای PS4 اومده. یعنی شما رو PS5 بازی کنی باگای بیشتری داره که به نظر من تصور کن بری 25 میلیون پول یک کنسول جدید بدی نه بتونی کیفیت تصویر صفحت رو بهتر کنه چون تلویزیونش رو مثلا نمیتونی بخری، نه اینکه کیفیت خود بازی بهتر بشه. اتفاقا ضعیف‌تر هم هست چون آپدیت های باگ فیکس فقط رو PS4 اومده. از این جهات در حال حاضر به نظرم نمیصرفه. حتی اکثر تلویزیون ها هم که اومدن قرار بود 120 فریم بر ثانیه شون آپدیتی باشه، یعنی از همون اول از جعبه در میاری 120 فریم پخش نمی‌کنن 4K ها، باید آپدیت بشه چیزش نرم افزارش که بتونه 4K 120 اجرا کنه و هنوز خیلی از مارک‌ها این آپدیت رو ندادن بیرون. پس یه نتیجه گیری سریع هم بکنیم ویدیو هم کوتاه بشه. PS5 برای چه کسایی الان به درد میخوره؟ PS5 کسی که اون پول خرید کنسول رو داره، پول خرید تلویزیونی که مناسبش باشه و داره و اینکه یه جورایی دوست داره زود بخره کنسول رو، مثلا به قول معروف تا داغه کبابو تا داغه بخوره و میتونه عوض کنه میتونه عوض کنه، چون که یه سری هم اشکالات سخت افزاری هم داشت. خوب یادم انداختی که یه سری از PS5 ها الان دستشون مشکل پیدا کرده در حالی که 6-7 ماه بیشتر نیست مثلا دستش
مشکل داره و یه سری هاشون هم الان اشکالات دیگه هم داره براشون پیش میاد که خیلی عجیبه به نظرم، ولی اکثرا توی کنسول نسل اولی دیدیم. قبلا هم PS4 رو یادته چجوری بود؟ آره خیلی ما فنشون اشکال داشت. درست. به نظر من بستگی داره برای چی PS5 میخرین. اگه برای گیمینگ میخواین بخرین، یعنی برای بازی کردن روش اینا، تلویزیونشو دارین، یعنی و تلویزیونشو دارین، حتی اگه تلویزیونشو دارین الان وقتش نیست. اگه بخواین دائم نگه دارین، اگه پولتون زیاده هر وقت خواستین عوض میکنین، آره مشکل نداره. ولی اگه میخواین برای گیمینگ بخرین، یه به نظر من 6-7 ماه دیگه قیمت یه مقدار پایین‌تر شاید بیاد. اگه قیمت بازار ثابت بمونه یکم پایین میاد برای خود PS5. و اینکه اون موقع خیلی از آپدیتاش اومده، خیلی از قابلیتاش آنلاک میشه، میتونی استفاده کنی، حافظه رو اکستند میکنی و خیلی بازی بیشتری روش اومده. و علاوه بر اون مشکلات سخت افزاریش احتمالاً رفع شده باشه اگه مثلا دستشون مشکل داره، فنشون، یعنی اون مدل‌ها دیگه از بازار رفتن. و خوبی اساسی که داره که به نظر من تنها دلیلی که میتونم توجیه کنم که الان یه نفر بخره، اگه کسی دوست داره رو کیفیت 4K ویدیو ادیتینگ انجام بده الان وقتشه، چون برنامه روش هست که بتونی با کیفیت 4K 120 ویدیو یا 60، الان مطمئن نیستم کدوم آپدیتشه، ویدیو ادیت کنین. چون که الان مثلا یه کامپیوتر یه لپتاپ بخواید واسه این کار تهیه کنین بالای 100 میلیون قیمتش، خیلی راحت. لپتاپ که اصلا نگین، لپتاپ بالای 200 میلیونه، کامپیوتر بالای 100 میلیونه برای اینکه کیفیت 4K رو بخونه. و تنها دلیلی که من میبینم که توجیه کنه برای خرید PS5 همینه. چند دلیلش؟ چون که میگم اگه این کاره هستین و واقعا کارتون تو ویدیوه و میخواین به روز باشین، تنها چیزیه که بزن هم میرسه. خیلی خوبه جمجور گفتیم. و باز عقیده خودتون اگه دوست دارین بخرین. ما فقط یه تحقیق کرده بودیم و خود ما هم قصد نداریم به عنوان یک گیمر الان PS5 بگیریم. من علاقه دارم بخرم PS5 رو، ولی عجله ندارم، چون که حس میکنم اگه بعدم بگیرم بیشتر سود کردم. من الان چند ماه پیش گزینه رو داشتم که بین تلویزیون و PS5 یکی رو انتخاب کنم. تلویزیون رو انتخاب کردم چون که دیدم، من فکر کردم گفتم تلویزیون همینجور قیمتش بالا هم امکان داره بره، که رفت. و PS5 اون موقع 30 میلیون بود، الان شده 20 میلیون. خیلی تفاوت بازم داره. میگیم اگه تلویزیون نداشته باشین اصلا به درد نمیخوره، چون شما اکثر تلویزیون‌های فول اچ دی 60 فریم که فول اچ دی 60 فریم PS4 فت هم اجرا میکنه. درسته. حتی مثلا پرو هم لازم نداریم. بس سر همینه. به نظر من یکی از اشکالات دیگه‌ش هم واسه ما ایرانی‌ها، چون که ما اکثرا یه چیزی می‌خریم نگه می‌داریم، اینه که الان رنگ سفیده و میدونی روش طرح‌های خیلی ریزی داره که علامت پلی استیشن، که اون لاش گرد و غبار بشینه افتضاح میشه شکلش بعد یه سال. درست. منتظر رنگ مشکیشم و منتظر اینم که بازی بیشتر روش بیاد بهتر بشه قیمتا. 100%. خیلی ممنون تا اینجا برنامه دیدین و امیدوارم مفید بوده. آره مفید باشه. بازم میگم خودتون میدونین، پول خودتونه، علایق خودتونه. ما نظرمون رو گفتیم. اگه نظری، سوالی، انتقادی هم داشتین این پایین کامنت بذارین و همین. ممنون. سال خوبی داشته باشین. سال خوبی هم داشته باشین. خداحافظ.